Assalomu alaykum do'stoni aziz, boshim doktor Sherali. Men vrach asabshunos هستم، vrach kognitiv psixolog هستم، vrach manual terapevt هستم. با شخصانی که از درد سرچغزنی، درد در ساحه گردن و درد در ساحه میان اذیت میکشند، با همین شخص ها کمک میرسونم. غیر از این من با شخصانی که از عصبانی و از نیوروز و دپرسیا عذاب میکشند با اینها کار میکنم. امروز به شما درباره بیزنس داروها یک چند معلومات ها را میداده هستم، مصلحت ها را میداده هستم. دوستان، این داروی زور برای ایمونیته، من این داروی زور برای نمک پایها، نمک بغوم پایها گفته به شما رکلام ها را کنند، داروها را تکلیف کنند، باور نکنید. با گریجه شما همین دارو زور نقص فایده میکنند گفته تکلیف کنند، باور نکنید. داروهایی که ایمونیتت شما را بقوت میکند این خیلی داروها نیست. داروهایی که با ارتراز شما فایده میکنند این خیلی زور فایده میکنند، این خیلی داروها در دنیا نیست. یک پول کلان را، 500 تومان را، 1000 تومان را، 2000 تومان را با چیزهایی که بیفایده است، با چیزهایی که به شما فایده نقض نمیرساند صرف نکنید. بعضی ها پنسیه خودش را جمع میکند، بعضی ها ممکن از دیگر انسان قرض گیرد برای این داروها را خریدن. برای همین این خیلی سادگی نکنید، باور نکنید. اگر یگان دارو را به شما تکلیف کنند، همین دارو را درباره همین دارو از دکتر پرسید. همین دارو را از اینترنت یک بار ببینید که این دارو در حقیقت دارو است یا که نه. این دارو در حقیقت در دولت‌های اروپا، در کره، در ژاپن، در امریکا فروخته می شود یا که نه. اگر در دولت‌های اروپا این خیلی دارو نباشد، با احتمال کلان این داروی دروغ است و شما فایده نمی کند. از من تکلیف کردن دوستان عزیز، خلاصه از شما. تشکر زیاد.